درس نخون. برو دلالی کن. توی یه روز پول 1 سال کارمند رو در بیار. دانشگاه به چه دردی میخوره؟ هیچ کس با درس خوندن موفق نشده. اگه این جمله ها برات آشناست، تنها نیستی. تقریباً هممون هر روز این حرفا رو میشنویم. از فامیل و دوست گرفته تا راننده تاکسی، یوتیوبر، بلاگر و هر کسی که فکر میکنه نسخه موفقیت دستشه. و معمولاً هم دلایل قانع کننده‌ای میارن. مثلا میگن تو کشوری زندگی میکنیم که تعداد زیادی از بیکارها تحصیل کردن. خیلی ها بعد از دانشگاه یا بیکار میمونن یا کاری میکنن که هیچ ربطی به رشتهشون نداره. پس سوال منطقی اینه: آیا واقعاً هنوزم باید درس خوند؟ بذار جوابو اینطوری بدم. ما دانشگاه نمیریم که شغل پیدا کنیم. ما درس نمیخونیم که کارگیرمون بیاد. شغل مهمه، پول مهمه، اما دلیل اصلی تحصیل اینها نیست. ما درس میخونیم تا مدل ذهنیمون تغییر کنه. مدل ذهنی یعنی چی؟ یعنی تصویری که ما از جهان، از خودمون و از زندگی توی ذهنمون داریم. همین مدل ذهنیه که تعیین میکنه چطور فکر کنیم، چطور تصمیم بگیریم و چطور با مشکلات روبرو بشیم. و این مدل ذهنی از کودکی شکل میگیره و در طول زندگی تغییر میکنه. حالا تفاوت کجاست؟ وقتی کسی ادامه تحصیل میده، وارد یه محیط بزرگتر میشه، با آدم‌هایی با فرهنگ‌ها، دیدگاه‌ها و تجربه‌های کاملاً متفاوت. با استادهایی روبرو میشه که سالها درس خوندن، زندگی کردن، شکست خوردن و تجربه دارن. حتی گاهی نه با حرفاشون، بلکه با طرز فکر و رفتارشون مدل ذهنی ما رو تغییر میدن. دانشگاه شاید بهت یاد نده چطور زندگی کنی، اما باعث میشه متفاوت فکر کنی. یاد میگیری تحلیل کنی، استدلال کنی، نظر مخالف رو بشنوی و از زاویه‌های مختلف به یه مسئله نگاه کنی. اینها چیزاییه که توی هیچ دوره کوتاه مدتی به دست نمیاد. حالا اون طرف ماجرا چیه؟ خیلی‌ها خیلی زود وارد بازار کار میشن. تحت تاثیر اینستاگرام و یوتیوب و مثالهایی مثل بیل گیتس و مستر بیست. اما یه سوال مهم: چند نفر واقعاً بیل گیتس میشن؟ و اصلاً دلیل موفقیت اونها ترک تحصیل بوده یا شرایط، سیستم آموزشی و مدل ذهنی متفاوت؟ واقعیت اینه شرایط یه جوون تو ایران با یه جوون تو آمریکا یا اروپا زمین تا آسمون فرق داره. موفقیت فقط ماشین خوب و پول زیاد نیست. خیلی‌ها خیلی زود به پول میرسن، اما بعدش میفهمن چیزهای مهمتری رو از دست دادن: تجربه‌ها، آدم‌ها و رشد ذهنی. برای همینه که خیلی از آدم‌های ثروتمند بچه‌هاشون رو به بهترین دانشگاه‌ها میفرستن، چون فهمیدن سرمایه واقعی اول خود آدمه، بعد خونه و ماشین. و سواد یعنی چی؟ سواد فقط مدرک نیست، فقط کتاب خوندن نیست. سواد یعنی بتونی از دانستهات تو زندگی استفاده کنی و تغییر ایجاد کنی. سواد مالی، سواد رسانه‌ای، تفکر انتقادی و قدرت تصمیم گیری. و هنوز هم یکی از بهترین مسیرها برای ساختن اینها ادامه تحصیله. من خودم سالها تو رشته‌ای درس خوندم که حتی علاقه زیادی بهش نداشتم و با مدرکم سر کار نرفتم. خیلی‌ها میگن آخرش که استفاده نکردی، اما واقعیت اینه اگه برگردم عقب باز هم ادامه تحصیل میدم، چون چیزی که گرفتم مدرک نبود، مدل ذهنی بود. در نهایت هیچ نسخه واحدی برای همه وجود نداره. اما قبل از اینکه به خاطر حرف دیگران یکی از مهمترین تصمیمای زندگیت رو بگیری، از خودت بپرس: میخوام فقط پول در بیارم یا میخوام آدم قوی تری بشم؟ و بدون هر کسی که بهت نصیحت میکنه داره دنیا رو از زاویه مدل ذهنی خودش میبینه. تصمیم نهایی با خودته.